سلام، خوش اومدیم به یه ویدیوی جدید. برای سال 2025 کلی موتور جدید و بروز شده داریم که حسابی سر صدا کردن. پس با موتو ایکس مو همراه باشین تا بریم سراغ 10 تا از بهتریناشون. اولی CF موتو 675 SRR. این موتور واقعا نسبت به قیمتش چیزای زیادی برای ارائه دادن داره. قیمتش $7999. یه موتور 3 سیلندر خطی 675 cc داره که حدود 95 اسب بخار قدرت داره و توی دورهای میونی هم گشتاور روون و خوبی ارائه میده. از نظر شاسی یه فریم فولادی داره که توی این رنج قیمت قابل انتظاره، ولی وزنش با مایعات فقط 195 کیلوگرم اعلام شده که نسبتا سبک. سیستم ترمزش هم خوبه. 2 دیسک ترمز جلو با کالیبرهای 4 پیستونی شوی. کمک فنرهای جلو و عقب هم از کایابه هستن و کاملا قابل تنظیمن که معمولا توی این بازه قیمتی کمتر پیدا میشه. از نظر تکنولوژی یه نمایشگر رنگ 5 اینچی TFT داره با قابلیت اتصال به گوشی، کنترل کشش قابل تنظیم، تعویض دنده سریع، سیستم نظارت بر فشار تایرها و یه پورت USB-C. خلاصه با کمتر از $7000 امکانات خیلی خوبی داره و طراحیش هم جذابه. موتور بعدی آپریلیا RS 660. به نظرم تو دسته موتورسیکلت‌های میون وزن آپریلیا RS 660 همچنان معیار اصلیه، مخصوصا برای یه موتور اسپورت که توی جاده هم کاملا کاربردی و راحت باشه. این مدل یه ترکیب عالی از هیجان و راحتی رو ارائه میده. برای مدل 2025 چند تا تغییر و بروزرسانی جزئی داره تا همچنان تازه و جذاب بمونه. حالا قدرت موتور دوقلوی 660 cc خطیش حدود 5 اسب بخار بیشتر شده، به 105 اسب بخار رسیده. صفحه نمایش TFT هم کمی بزرگتر شده و به 5 اینچ رسیده. علاوه بر این به مجموعه امکانات الکترونیکیش لانچ کنترل هم اضافه شده به همراه باله‌های آیرودینامیکی که ادعا میشه به نیروی داون فورس کمک میکنه. از نظر ظاهری هم رنگ‌بندی‌های جدیدی داره. یه مدل مشکی با جزئیات زرد و رنگ‌های قرمز فلورسنت یا گزینه استینگری بلو که خیلی توی چشم میاد و احتمالاً طرفدارای زیادی پیدا میکنه. اما شاید جذاب‌ترین تغییر برای 2025 مدل فکتوری باشه که سیستم تعلیق کایابه رو کنار گذاشته و از کمک فنرهای لینز در جلو و عقب استفاده میکنه. همچنین یه رنگ خاص برای این نسخه در نظر گرفتن، عمدتاً مشکی ولی با گرافیک‌های قرمز و اون طراحی خاص جلوی موتور که حسابی جلب توجه میکنه. فعلا قیمت رسمی این مدل‌ها اعلام نشده ولی انتظار میره مدل استاندارد تقریبا هم قیمت سال قبل باشه و مدل فکتوری هم یکی $2000 گرونتر در. موتور بعدی نینجا 1100 SX. موتور بعدی از کاوازاکی بیشتر یه اسپورت تورینگ محسوب میشه تا یه سوپر اسپورت خالص. این مدل نینجا 1100 SX هست که جایگزین 1000 SX شده. همونطور که از اسمش حذف زدیم حجم موتورش یه افزایش جزئی داشت. حالا انجین 4 سیلندر خطی از 1043 cc به 1099 رسید. روی کاغذ این افزایش حجم خیلی جذاب به نظر میاد، ولی جالب بدونی که حداکثر قدرتش کاهش پیدا کرد. قبلا 140 اسب بخار بود ولی حالا 134 شده. اما از طرف دیگه گشتاورش یه مقدار بیشتر شده و تو دوره‌های پایین‌تر به حداکثرش با دنده‌های 5 و 6 بلندتر مصرف سوختش هم یه مقدار بیانی‌تر شده. از نظر شاسی تکنولوژی و طراحی تغییرات زیادی نداره، اما برای اولین بار نسخه SE هم برای این مدل ارائه شده که یه سری امکانات اضافه داره. این مدل با قیمتی حدود 14000 پوند عرضه میشه. توی بخش ترمز کالیبرهای برمبو M432 داره و کمک فنر عقبش هم یه اولینز مونوشاک. نسخه استانداردش رنگ مشکی ساده داره ولی مدل SE ترکیب رنگ سبز، مشکی و طلایی. موتور بعدی یاماها R9. این موتور توی خیلی از بخش‌ها با MT-09 نیکد که خودش هم عالیه مشترکه. از جمله انجین 3 سیلندر خطی CP3 که حدود 120 اسب بخار قدرت داره. اما فریم آلومینیومی دلتا باکس مخصوص همین مدل طراحی شده و هندلینگ اسپورت تری. در مقایسه با MT-09 استاندارد اینجا یه دوشاخ معکوس 43 میلیمتری ضخیم‌تر به علاوه کالیپ‌های ترمز برمبو که حسابی چشم نوازه. یعنی قضیه فقط این نیست که یه موتور نیکد رو بردن براش فرمون کلیپ آن و یه سری فلاپ بندازن و تمام. امیدوارم که این تغییرات کوچیک کنار هم باعث بشه R9 یکی از بهترین موتورهای اسپورت جاده‌ای 2025 موتور بشه. بعدی دوکاتی پانیگاله V2 است که برای مدل 2025 یه طراحی مجدد کلی داشته از جمله یه موتور جدید. اما نکته اینجاست که اعداد روی کاغذ در نگاه اول چندان جذاب به نظر نمیاد. قدرت این مدل نسبت به نسخه قبلی کاهش قابل توجهی داشت. پانیگاله V2 قبلی بیش از 150 اسب بخار داشت ولی این یکی حدود 120 اسب بخار ارائه میده. دلیلش اینه که موتور جدید برای استفاده گسترده‌تر طراحی شده و قرار روی مدل‌های مختلفی مثل استریت فایتر V2 و مولتی استرادا V2 هم به کار بره. یعنی بیشتر روی چند منظوره بودن تمرکز داره تا یه موتور پرقدرت و مسابقه‌ای. با این حال یه نکته مثبت هم داره. این انجین جدید خیلی سبک‌تر از مدل قبلی. در واقع همین تغییر باعث شده پانیگاله V2 جدید سبک‌ترین مدل تاریخ این سری باشه و 17 کیلوگرم از نسل قبلی وزن کمتری داشته باشه. پس با اینکه قدرتش کمتر
کمتر شده، اما احتمالاً یه موتور جاده‌ای عالی باشه. از نظر امکانات مثل همیشه تکنولوژی پیشرفته و یه شاسی خیلی خوش ساخت با هزینه $2000 بیشتر هم میشه نسخه S رو گرفت که به تعلیق الکترونیکی نیمه فعال اولینز مجهز. یکی دیگه از گزینه‌های جذاب برای 2025 KTM 990 RCR جدید. این موتور بر اساس همون پلتفرم دوک 990 ساخته شده که اصلا چیز بدی نیست. موتورش یه دوقلو خطی که زیر 130 اسب بخار قدرت تولید می‌کنه. فرم فولادی داره با یه ساب فرم دایکر و سیستم تعلیق WP ایپکس با تنظیمات کامل. ترمزها هم از تصاویری که تو سایت رسمی KTM منتشر شده به نظر میاد آخرین مدل کالیپرهای پرفورمنس برمبو باشه. پس از نظر عملکرد چیزی کم نداره. از نظر تکنولوژی یه نمایشگر TFT جدید 8.8 اینچی داره که هم مدرنه هم اطلاعات زیادی رو نمایش میده. این سیستم قراره توی مدل‌های دیگه 2025 KTM هم استفاده بشه. قیمتش هنوز قطعی نیست ولی احتمالاً حدود 15000 پوند باشه. جالب اینجاست که KTM برای جبران مشکلات مالی قیمت دوک 990 رو کاهش داده. پس شاید RCR هم ارزان‌تر از چیزی که انتظار میره عرضه بشه. در هر صورت خرید یک KTM تو این وضعیت اقتصادی یه تصمیم جسورانه. BMW S1000 RR. حالا بریم سراغ رده بالای موتورسیکلت‌های اسپورت، جایی که BMW S1000 RR یکی از بهترین ها محسوب میشه. ظاهرا BMW نیازی به تغییرات اساسی ندیده و فقط یه سری بروزرسانی جزئی اضافه کرده، مثل وینگلت‌های جدید اراو برای بهبود آیرودینامیک، دسته گاز سریعتر که به حرکت مچ کمتری نیاز، پکیج رایدینگ مود پرو که به صورت استاندارد تنظیمات بیشتری رو در اختیار میذاره. مدل M1000 RR هم که یه نسخه هومولوگیشن مخصوص مسابقه است، همین بروزرسانی‌ها رو دریافت کرده، اما با تغییرات مهندسی بیشتر توی انجین 999 سی سی 4 سیلندر خطی. این مشخصات رو ازش داریم: سوپاپای تیتانیومی جدید، نسبت تراکم بیشتر، بدنه دریچه گاز بزرگتر، طراحی جدید محفظه احتراق و ورودی و خروجی. نتیجه یه افزایش 5 اسب بخاری که قدرت موتور رو از 209 اسب بخار به یه عدد دیوونه‌وار 214 اسب بخار میرسه. یه قابلیت جدید هم اضافه شده به نام اسلاید کنترل که از سنسور واحد اندازه‌گیری اینرسی و سنسور فرمون استفاده میکنه تا کنترل بهتر سر خوردن چرخ عقب رو فراهم کنه. خلاصه اینجا عملا یه موتور مسابقه مخصوص جاده داره. مدل استاندارد هنوز نسبتا مقرون به صرفه و حدود $23000، اما اگه نسخه M رو بخواید باید تقریبا 2 برابر هزینه کنید، یعنی چیزی حدود $42000. موتور بعدی آپریلیا RSV4. آپریلیا مدل 2025 رو با آپدیت‌های برای مطابقت با استاندارد یورو 5 پلاس معرفی کرده و قدرتش رو هم از 217 به 220 اسب بخار. ویژگی جدید شامل وینگلت‌های با طراحی بدنه موتور، سیستم کنترل چرخ و سر خوردن بهبودی یافته، دستای کنترلی با نور پس زمینه، ترمزهای جدید برمبو. نسخه فکتوری هم این آپدیت‌ها رو داره: چرخ‌های آلومینیوم فوج‌کاری شده برای کاهش وزن، تعلیق نیمه فعال اولینز و رنگ‌بندی‌های جدیدش. نسخه استاندارد مشکی زرد یا آبی استینری با چرخ‌های قرمز، نسخه فکتوری مشکی با جزئیات قرمز. طراحی شیکه ولی شاید فکتوری میتونست یه رنگ خاص‌تر هم داشته باشه. خب نوبت به یه سوپر بایک ایتالیایی دیگه میرسه، این بار از دوکاتی با نسخه به شدت به روز رسانی شده پانیگاله V4. این مدل از پایه طراحی مجدد شده تا باز هم عملکرد بهتری ارائه. شاید جنجالی ترین تغییر این باشه که دوکاتی سوینگ آرم تک طرفه جذاب مدل قبلی رو کنار گذاشته و به جاش از سوینگ آرم دو طرفه استفاده کرد. دلیلش چیه؟ طبق گفته دوکاتی این طراحی جدید باعث میشه در میونه پیچ چسبندگی بهتری داشته باشه، چون میتونه با انعطاف خودش جاده رو بهتر دنبال کنه، مخصوصا تو زاویه‌های خواب بالا که تعلیق معمولی کمتر اثر میده. این موتور تغییرات دیگه‌ای هم داشته. موتور یه مقدار بهینه شده و نیم اسب بخار قدرت بیشتری گرفته. طراحیش جدید شده که میگن از مدل افسانه‌ای دوکاتی 916 الهام گرفته شده. با تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر از همیشه و ترمزهای جدید برمبو های پرفورمنس که احتمالاً تو بقیه موتورسیکلت‌های آینده هم بدون شک این یه هیولای تمام عیاره ولی قیمتش حسابی سرسام‌آوره. موتور بعدی MV آگوستا با مدل F3 کامپتیشن گرونترین و جذابترین موتور این لیست. ببینید هیچ شرکتی مثل MV آگوستا نمیتونه قیمت‌های نجومی برای موتوراش بذاره و این مدل جدید F3 کامپتیشن هم از این قاعده مستثنا نیست. $34000 یعنی حدود 3000 پوند توی بریتانیا یا $35000 توی آمریکا. حالا قوی ترین موتور این لیست نیست چون یه انجین 3 سیلندر 800 سی سی داره که 160 اسب بخار قدرت تولید می‌کنه. از طرفی طراحی کلیش مخصوصا از نظر ظاهری چندین ساله که تغییر خاصی نکرده، ولی با همه اینا مخصوصا توی این نسخه کامپتیشن واقعا یکی از جذاب‌ترین و خواستنی‌ترین موتورهای این لیست. چرا اینقدر خواسته؟ اگزوز تیتانیومی که واقعا یه شاهکار مهندسیه، تعلیق اولینز جلو و عقب NX3 برای دو شاخ جلو و TTX36 برای کمک فنر عقب، چرخ‌های فیبر کربنی که 3 کیلوگرم سبکتر از مدل F3R هستن، باتری لیتیوم یونی که 3 کیلوگرم دیگه وزن کم کرده، بدنه فیبر کربنی با یه رنگ‌آمیزی خاص و اختصاصی. خب به نظرتون ارزش این قیمت رو داره یا فقط به خاطر اسم و برندش انقدر گرونه؟ در آخر یادتونم نره سابسکرایب کنین تا جدیدترین اخبار دنیای موتورها جا نمونه. ممنون که تماشا کردین و تا ویدیو بعدی خداحافظ.